الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 101 از آموزش توحید است. در این حلقه ان شاء الله سبحانه و تعالی به شما یک موضوع جالب و خیلی هم مهم را بیان خواهیم کرد. موضوع این است که نامهای معبودهایی که باطل هست به شما بیان کرده می شود و این چنین نامهای معبود حق الله رب العزت و الجلال که معروف است و عبادت کرده می شود بیان کرده می شود. بله، به همه ایمان شما معروف است و معلوم است که الله سبحانه و تعالی به خودش نامهای را در قرآن عظیم و شأن گفته و به ما خبر داده است و به صفتهای معین خودش را وصف کرده است. الله سبحانه و تعالی می گوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله اسماء الحسنى فادعوه بها. الله رب العزت و الجلال نامهای حسنا دارد، یعنی نامهای زیبا پرمعنا دارد که به واسطه همین نامهایش الله را دعا بکنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میگویند، خیلی که ما مسلم روایت میکنند، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لله 99 اسم. الله 99 نام دارد الا واحده، یعنی یک تا کم 100 تا 99 نام دارد که به ما خبر داده است و البته نامهای دیگر زیاد دارد که به من و شما خبر نداده است. بعضی از بندگانش یا رسولانش میدانند و میدانستند و بعضی نامهایش هست که ملائکه ها میدانند و بعضی نامهایش هست که غیر از خودش هیچ کسی نمیداند. و بزرگترین نام معبود ما این ذات یگانه که ما عبادتش میکنیم الله است و در بین مسلمان ها این نام معروف است و بزرگترین نام ذات یکتا این الله رب العزت و الجلال است. و نام دیگری که بزرگترین نام الله رب العزت و الجلال است این الرب است. رب گفته می شود و مراد از همین کلمه الرب اله است، معبود است. و در بعضی حالتها الرب گفته می شود از این مراد کلمه فهمیده می شود که خالق است. الله سبحانه و تعالی در سوره انبیاء 92 گفت: و انا ربکم فاعبدون، من رب شما هستم، مرا عبادت بکنید. رب شما در اینجا به معنای من اله شما، من معبود شما هستم، مرا عبادت بکنید. و در سوره بقره 21 میگوید: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم عبادت بکنید ربتان که شما را خلق کرده است، یعنی خالقتان که شما را خلق کرده است. اله
معنای اله معبود است. اله هم یکی از نامهای معبود است. بله، معروف است که اله معنایش معبود است و همین اله حق و باطل است. اله حق این الله رب العزة والجلال و اله باطل بجز الله دیگر همه چیزهایی که در این دنیا از صنم و وثن عبادت کرده، هر چیزی که عبادت می شود بجز الله بغیر الله این الهی باطل است. معنای اله چیست؟ معبود است. ما خیلی در این کلمه در فهم و شرح و معنی داد این کلمه در حلقه های گذشته صحبت کردیم. در سوره زخرف 45 الله سبحانه و تعالی میگه اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون، آیا بجز الرحمن، بجز رحمان، بجز الله یک الهی دیگری را قرار دادید و گذاشتید و عبادتش میکنید؟ یعنی این استفهام انکاری است. یعنی عبادت غیر از الله، دیگر الهی را عبادت نکنید، دیگر معبودی را عبادت نکنید. معبود یگانه‌ای که عبادت کرده میشود الله است. و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشركون. سوره توبه 31. این چنین الله سبحانه و تعالی می فرماید اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. این سوره اعراف 50 است. پس در سوره توبه 31 الله میگه من شما را امر نکردم بجز این که یگانه الله یکتا، یگانه الهی تنها و یکتا را عبادت بکنید. و ما امروا امر نکردم الا بجز لیعبدوا اله واحده، این که عبادت بکنید اله یعنی معبودی یگانه را. اله به معنای معبود آمده است. لا اله نیست معبود الا سبحانه عما یشركون، نیست معبود بجز او، اما الله پاک است از آن چیزی که شما به او شریک قرار میدهید. در سوره اعراف 59 الله سبحانه و تعالی میگه الله را یگانه خودش را عبادت بکنید. اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، بجز الله دیگر معبود غیر از الله دیگر معبود ندارید. پس رب، اله، این نامهای معبود است، نامهای معبودی حق، نامهای معبودی حقی که اهل توحید عبادت میکنن این رب هست. معبود ما الله هست، معبود ما الرب هست، معبود ما اله هست. البته کلمه اله هم به معبود حق و هم به معبود باطل یعنی گذاشته می شود. بارک الله فیکم. و این چنین کلمه معبود و کلمه مدعو استفاده کرده می شود و این هم نامهای اله حق، نامهای الله رب العزة والجلال است که الله در سوره غافر 66 میگه قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. بگوی محمد صلی الله علیه و سلم که من منع کرده شدم، نهی کرده شدم این که عبادت بکنم اونهایی را که دعا میکنند من دون الله را، بجز غیر الله را. و شفعاء، انا من الشفعاء هم یک نامی هست و این نام گذاشته می شود به معبودهای مخلوق و باطل. الشفعاء این نامی الهی مشرکین است. الشفعاء این نامی الهی قبوریین است. الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 94 میگوید وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء.
نمیبینیم همراه شما شفاعت کننده های شما را که آنهایی که شما دعوا میکردید و گمان میکردید که آنها با همراهی شما شریک هستند و شما را شفاعت میکنند. بله، امروز مشرکین در این دنیا، در این عالم که عالمی ابتلا و سنجش است، بغیر الله چیزی دیگری را عبادت میکنند، معبودی را عبادت میکنند و نام معبودشان شفعا هست، یعنی از او طلب شفاعت میکنند، در حالتی که الله گفت ولله شفاعت جمیعا، همه شفاعت از آن الله هست، اما اینها رفتند و از غیر الله شفاعت طلبیدند. در روز قیامت این شفاعت طلبنده ها بجز الله، از غیر الله که شفاعت طلبیدند، در روز قیامت می آیند و هیچ کمک کننده ندارند، نصرت دهنده ندارند و اون اولیاء یا رسولی که در این دنیا طلب شفاعت از اونها میکردند، در روز قیامت به اونها هیچ کمک نمیکنند. معنای همین است. در سوره اعراف آیه 53 الله سبحانه و تعالی میگه فهل لنا من شفعاء فیشفعوا، و در سوره یونس آیه 18 اومده یعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بغیر الله چیزی دیگری را عبادت میکنند که همین چیزی دیگر بجز الله، بغیر الله عبادت کرده شدهشان به اونها یگان ضرری هم رسانیده میتواند، فایده هم رسانیده نمیتواند. این قبرهایی که امروز مشرکین عبادت میکنند، قبر اولیاء، قبر انبیا، قبر رسول، یا درخت و مزارهایی که عبادت میکنند، یا این صوفی هایی که یا رافضه ها به امام هایشان اعتقاد دارند و غیر از دیگر اهل بدعت، این قبوری و مشرکینی که امروز غیر الله را عبادت میکنند، بدانند که همه این چیزهایی که عبادت میکنند به اینها ذره فایده نمیرساند، حتی ضرر هم رسانده نمیتواند. در حالتی که این مشرکین میگویند که هؤلاء شفعاؤنا عند الله، انا همین غیر الله چیزهایی که ما عبادت میکنیم، قبر است، مزار است، سنگ است، درخت است، در روز قیامت شفاعت کننده های ما در نزد الله هستند میگن. البته که این عقیدهشون عقیده کفری و شرکی است. هیچ کسی در نزد الله به اجازه الله شفاعت کرده نمیتواند و هیچ کسی در نزد الله به اجازه الله یک کسی دیگری رو شفاعت کرده نمیتواند. مثال عادی، وقتی که الله سبحانه و تعالی به پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازت داد که شفاعت بکن، پیامبر از پیش خودشون همه رو شفاعت کرده نمیتونن، بلکه الله به پیامبر اجازت میدهد که انا این چنین انسان ها را تو میتونی شفاعت بکنی. پس شفاعت رسول الله به کدام طائفه از امتشان است؟ به موحدین. انسانی که موحد نیست او به شفاعت رسول الله نائل نمی شود. این 100% است و به این نباید ما شک بکنیم. انسانی که قبر پرست است، انسانی که مزار پرست است، انسانی که پیر پرست است، انسانی که کفر بر طاغوت نه آورده و ایمان بر طاغوت آورده است، انسانی که لشکر طاغوت است، انسانی که به حکم غیر الله حکم میکند، انسانی که توکل به غیر الله سبحانه و تعالی میکند، انسانی که به موالات اکبر به کفار واقع شده است، به این چنین انسان شفاعت کننده ها حرام است و رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین انسان ها را شفاعت نخواهند کرد. و خود باید دقت بدیم، شفاعت رسول الله به اهل توحید است. الله در سوره زمر آیه 43 میگه ام اتخذوا من دون الله شفعاء، آیا بجز الله، آیا بغیر الله چیزی دیگری را شفاعت کننده به خود قرار داده اید و گرفته اید؟ این استفهام اینکاری است، یعنی شما بجز الله هیچ کسی دیگری ندارد که شما را شفاعت بکند. شفعا را از همین جهت علما میگن که این یک نامی الهی
نام معبودی مخلوق. شفعا نام معبودی مخلوق است. این شفعا نام الله نیست. شفعا نامی همون معبوده است که صوفی ها، رافضه ها، اشعری ماتریدی ها ساختن. نام معبودی باطل است. برای آنکه تمام مشرکا در زمان نوح، در زمان ابراهیم علیهم السلام و در زمان محمد صلی الله علیه وسلم هم، وقتی که به همین زمانشون مشرکین نظر میکنیم، همهشون غیر الله را عبادت میکردن و همهشون دعوا میکردن که همین عبادتشون غیر الله که عبادت میکنن، همین بت‌ها، صنم‌ها، وثن‌ها، همین غیر الله اونها را چی میکند؟ شفاعت میکند. و اینها چی هستند؟ شفعا هستند، شفاعت کننده هستند. امروز هم وقتی که ما به این مشرکین زمان خود نظر میکنیم، میبینیم که اینها غیر الله را عبادت میکنند و میگویند که اینها شفاعت کننده ما در نزد الله هستند. پس امروزه مشرک چقدر چندین بار تکرار کردیم که مثل مشرکای گذشته است. نام الهی امروزه مشرک هم مثل نام الهی مشرکین گذشته است. پس یکی از معبودات مخلوق باطلی که امروز مشرکین عبادت میکنند نام شفاعت است. و نام دیگری که نام معبودهای باطلی هست که با همراهی الله در این دنیا عبادت کرده و پرستیده میشد، این الشریک و شرکا است. الله در سوره رعد آیه 33 میگه وجعلوا لله شرکاء قل سموهم، و قرار دادن به الله شریکای را، بگو که نامشون را، یعنی نامگذاریشون را بگویید. سموهم، نامگذاریشون بکنید. در سوره سبا آیه 27 اومده است که الحقتم به شرکاء، یا در سوره قلم آیه 41 اومده است ام لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائهم. یعنی یکی از نامهای الههای باطلی که مشرکین نامش را همیشه به زبان می آوردن همین است، نام شرکاء. چلی که در سوره انعام آیه 136 الله میگه فقالوا، بگفتند. کیها گفتند؟ مشرکان. چی گفتند؟ هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا. به دعوای خودشون، به گمان خودشون، به فکر و اندیشه خودشون اونها دین ساختند و گفتند که این از الله هست و این از شریکای ما است. شریکای ما کی؟ یعنی از بت و از پیشوایان ما و غیره. فما كان لشركائهم فلا يصلوا الى الله. یا در سوره کهف آیه 52 الله میگه نادوا شركائي الذين زعمتم. و دیگر از نام باطلی که مشرکین به اله خود گذاشته بودند وسائط، یعنی واسطه. مشرکان غیر الله را عبادت میکردند و میگفتند که این ما را شفاعت میکند. یک نام گذاشتن خودشون شفاعت کننده. مشرکان به غیر الله چیز دیگری را عبادت کردند و گفتند که اینها شریکای ما است. نام دو باطل گذاشتند. و مشرکان به غیر الله چیز دیگری را از مخلوقین عبادت کردند و گفتند که اینها واسطه بین ما و الله است. مقربه او مقربه، نزدیک کننده ما به الله است. ما را به الله نزدیک میکردند. قسم به الله شما را میدهم ای اهل توحید، شما امروزه مشرکان را خوب دقت بدید که آیا عیناً همین سخنها را میگویند یا نمیگویند. اینها سخنان مشرکین قوم نوح، اینها سخنان مشرکین قوم ابراهیم. انمین دعوای قوم قریشه که پیامبر صلی الله علیه و آله اونها را مشرک گفت و به قتل رسانید. و امروز هم زیادند انسانها، میلیون ها انسانها که خود را از امت محمد صلی الله علیه و سلم میگن، عیناً همین سخن شرک را میگن. رسول الله را دعا میکنند، عبادت میکنند و میگن که رسول الله شفاعت کننده ما، شفعای ما است. اولیاء را، قبرها را طلب شفاعت میکنند و میگن شفعای ماست. رسول الله را عبادت میکنند صلی الله علیه و سلم و چی برسد حتی قبرهای انسانهای عادی را، قبرهای بینام را، قبرهای امامها و پیشوایشان را، از صوفیها را عبادت میکنند و بعد از این میگن که اینها واسطه بین ما و بین الله است. این عقیده صوفیهای قبوری، رافضه ها، اشعری ها، ماتریدی ها است.
که استغاثه به غیر الله را جایز می‌دانند قبوری‌اند. در سوره احقاف آیه 28 الله گفت فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. در سوره زمر آیه 3 میگه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الذين اتخذوا من دونه أولياء، آنهایی که بجز الله چیزی دیگری را به خود دوست گرفتند، یعنی معبود خود گرفتند، یعنی آنهایی که به غیر الله چیزی دیگری را عبادت میکردند، دعوایشان چی بود؟ آیا میگفتند که ما الله را عبادت نمیکنیم، ما غیر الله را عبادت میکنیم؟ نه، بلکه میگفتند که ما الله را عبادت میکنیم. اما این چیزهایی که امروز ما به غیر الله عبادت کرده شدیم به خاطر اینکه بین ما و بین الله اینها واسطه هستند و ما را به الله نزدیک میکنند. یعنی قوم مشرکان نوح، قوم مشرکایی که از قوم نوح بودند، مشرکایی که از قوم ابراهیم بودند و مشرکایی که قریش در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بودند، یگان نفرشون الله را انکار نمی کردند، نه ربوبیتش را و نه الوهیتش را. الوهیت الله را حتی در بسیار حالت اثبات می کردند، اما می گفتند که اینها شفاعت کننده در نزد الله ما را شفاعت می کنند، اینها شرکا یا که اینها بین ما و بین الله واسطه هستند یا که ما را نزدیک می کنند به الله. سبب گمراهیشان همین شد که بین خود و بین الله واسطه گرفتند. البته این شرک است و شرک اکبر است. نامهای الههای حق و اله باطل را شما فهمیدنتون خیلی هم مهم است. هر کسی که میخواهد که توحید را خوب فهمد، نامی معبودهای باطلی که امروز و در زمان قدیم پرستیده میشد، عبادت کرده میشد، باید بداند. و یکی از نامهای باطلی که مشرکین عبادتش میکنند این اصنام هست. اصنام بسیار حالت این را گفته می شود، اصنام را بیان کرده می شود به معبودهای جامد. جامد چیست؟ یعنی بیجان خشک. اصنام نامگذاری شده است یا نامی همون معبودهای باطلی که در این دنیا عبادت کرده می شود، معبودهایی که خشک جان ندارد و بسیارتر برمزهای معبودهایی که انسانهای صالح را رسمشان را کشیده هیکل ساخته اند و همین هیکل را میپرستند. همین هیکل ها را چی گفته میشد؟ اصنام. ما وقتی که میگیم که اینها صنم را میپرستیدند، صنم یعنی یک جمعی صنم اصنام است. صنم این مفرد، این کلمه مفرد یعنی یک بت، یک معبودی که جامد است، یک هیکل. هیکل را به زبان عربی صنم میگند. اصنام هم صنم ها، هیکل ها. از همین جهت ساختن هیکل، گذاشتن هیکل در دیه و در مرکز ناحیه و در شهر و در اینجا هیکلی سامانی باشد، هیکلی شاعری باشد، هیکلی کدام قهرمانی باشد، هیکلی کدام الکگال مرتد باشد، حرام است. همه نمودی هیکل حرام است. هیکل یک شیخی باشد، اولیای باشد، عالم اهل سنت و علامه باشد، تراشیدن رسم او، تخمینا رسم او و گذاشتن هیکل او از عقیده توحیدی اهل اسلام حرام است. باید مسلمان این چنین هیکل ها را در حالت قدرت داشتنش یک بار نابود بکند. چرا؟ برای آنکه این هیکل ها بزرگ شماریده می شوند. حتی خودی ما در مکتب های میانه می بینیم، در همه مکتب های میانه تاجیکستان مثلا یا اون منطقه هایی که اسسری ملحدی کفری ضبط کرده و مستملک کرده بود، در مکتب های میانه هیکل های مخصوصی رو گذاشته بودن، هیکل های یک شاعری رو، و مکتب بچه ها در نزد این هیکل می رفتن، گل می گذاشتن، سرخم می کردند، انحنا یعنی سمخر کردن، تعظیم کردن، رکوع می کردند. این همه شرک و کفر است و آدم پرستی است. ما باید فرزندان خود را تعلیم بدیم که به هیکلی کسی سرخم نکند، به هیکلی کسی را احترام نکند و صورت کسی را دوستداری و احترام و به آغوشش نکشد.
و یکی از نامهای الههای باطل این اصنام است. و مشرکای هم زمان نوح و هم زمان ابراهیم و هم زمان محمد صلی الله علیه وسلم، همه اشان این مشرکایی که در همه این زمان بودند صنم پرست بودند. بارک الله فیکم، صنم می پرستیدند و غیر الله را عبادت می کردند. همه این قوم ها هیکل می پرستیدند، یعنی صنم به خودشان گذاشته بودند. اولین صنم، معنای صنم را فهمیدید، هیکل بود. اولین صنم که به صورت انسانهای صالح کشیده شده بود این در زمان نوح علیه السلام بود. مشرکینی که در زمان نوح علیه السلام بودند به همین شرک گرفتار شده بودند. ما در این حلقه های توحیدی یک چند بار تکرار کردیم که وقتی که انسانهای صالح وفات کردند، شیطان آمد و به فرزندانشان گفت به شما حرام است که این انسانهای صالح را فراموش بکنید، صورتشان را بکشید و یک وقتی معین کم کم صورت اونها را نظر بکنید تا که مثل انسانها صالح باشید، مثل این انسانهای صالح باشید. فرزندان این انسانهای صالح صورت را کشیدند و بعد از این طبقه دوم آمد، طبقه سوم آمد. آهسته آهسته شیطان اونها را فریب داد و این صورتها را به هیکل تراشیدند و صورتها را به هیکل، به بت تبدیل دادند و آهسته بت را تعظیم کردند، بزرگ شماریدند و به بت سجده کردند و عبادت کردند و بین خود و بین الله گفتند که انمین آدمهای صالح ما را در نزد الله شفاعت میکند، انمین ها واسطه بین ما و بین الله است، اینها در حق ما از الله طلب میکند و دعا میکند. طلب دعا از مرده ها کردند و به شرک واقع شدند. و قوم ابراهیم علیه السلام هم همچنین بودند. قومی بودند که به خود هیکل های زیاد داشتند و نمرود قومش را به هیکل پرستی دعوت کرده بود و در آخر او هم مثل فرعون خود را رب اعلان کرد. و این چنین وقتی که نظر میکنیم به قریشی هایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای دعوتشون آمدند، قریشی ها خودشون را چی میگفتند؟ میگفتند که ما در دین هستیم. در کدام دین؟ در دین ابراهیم علیه السلام. اما از ابراهیم تا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیاد سال گذشته بود و این معروف است، خیلی که معروف است. از آدم تا نوح 1000 سال، از نوح تا ابراهیم 1000 سال و از ابراهیم تا موسی و عیسی هزارها سال زیادتر. و اون آمدن پیامبر صلی الله علیه وسلم به قریش بعد از 1000 و چند صد سال بعد از ابراهیم علیه السلام بود. اما این قریشی ها میگفتند که ما در دین ابراهیم هستیم. بله، خودشون را به دین ابراهیم نسبت میدادند و بسیار از مسائل از دین ابراهیم علیه السلام در بین قریش باقی مانده بود، به مانند حج، به مانند بعضی از اخلاق و شجاعت و غیره. اما دین ابراهیم علیه السلام را تحریف داده بودند. به مرور زمان آهسته آهسته دین تغییر یافته و همه اونها مشرک شده بودند. اولین کسی که به قریشی ها هیکل آورد و هیکل را راست کرد و گذاشت و هیکل پرستی را منتشر کرد و دعوت کرد، این عمرو ابن لحی بود، یک تاجر، یک بیزنسمنی که از مکه به شام حاضر سوریه می رفت و از اونجا بار می آورد و آهسته به کجا می رفت؟ راه معروف است که همراه جده می گذشت. وقتی که از شام از تجارت می آمد، در همین جده در گرد و اطرافش هیکل هایی که در زمان نوح علیه السلام غرق شده بودند همونها را دریافت کرد و این هیکل ها را از زمین بیرون کرد و آورد در قریش، بگویم در مکه نصب کرد، یعنی گذاشت و دعوت کرد. قریشی هایی که در دین ابراهیم بودند آهسته آهسته به دین هیکل پرستی شروع کردند. چخیلی که با حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و آله این سخن را گفتند، در حدیث اومده است. عمرو ابن لحی اولین مشرکی که مردم را به مشرکی دعوت کرده بود. الله سبحانه و تعالی میگه در سوره انعام آیه 73 اتتخذوا اصناما آلهه، آیا صنمها را، بتها را آلهه به خود میگیرید؟ یعنی نگیرید به خود غیر الله، این هیکل ها را اله خود، معبود خود نگیرید. در سوره اعراف آیه 138 الله میگه یعکفون علی اصنام لهم،
بر اصنام‌های خودشون چی میشنند؟ اعتکاف میشنند. یعنی در اعتکاف میشن به این معنا که در گرد و اطرافش رفته مینشینند و به خاطر این صنم هیکل شده عبادت رو انجام میدن. در سوره ابراهیم 35 الله میگه و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام. حضرت ابراهیم دعا میکردند و یکی از دعاهای معروف ابراهیم همین بود که همیشه میگفتند ای الله مرا و فرزندهای مرا از عبادت این بت‌ها، اصنام، بت‌ها، هیکل‌ها، این رموزها نگه بدار. و جنوبنی اجتناب کنون، مرا دور بکن، و بنیه و فرزندای مرا ان نعبد، اینکه چرا هیکل‌ها را عبادت بکنیم. یعنی دعا میکردند که الله ابراهیم و فرزندایشان را از شرک هیکل پرستی و دیگر نمود شرک‌ها نگه بدارد. در سوره شعراء 71 هم است قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. مشرکان میگفتند که انمین هیکل‌ها را، انمین اصنام‌ها را عبادت میکنیم، فنظل لها عاکفین، و برای همین اعتکاف میشینیم. ابن القیم الجوزی رحمه الله در کتاب اغاثة اللهفان مجله دوم صفحه 220 میگویند وضع الصنم انما كان في الاصل على شكل معبود غائب. گذاشتنی صنم هیکل، گذاشتنی هیکل این در اول در اصلش به خودی بلکه به یک شکل معبود غائب گذاشته بود. به کدام معنا؟ به این معنا که خود ابن القیم جوزی در دوام سخنش میگن فجعلوا الصنم على شکله و صورته لیکون نائبا منابه. یعنی هیکل را میتراشیدند و میگذاشتند و میگفتند که انا من هیکل جاینشین اعوذ بالله، جانشین الله است. والعیاذ بالله. بر عوض الله هیکل این یک نائب از الله است. ما این را عبادت میکنیم گویا که الله را عبادت کردیم. و قائم مقامه، قائم بر مقام الله است. زیرا که میگن این معلوم است حتی به انسان عاقل که یک چوب رو، یک سنگ رو به دست خودتون تراشیده این رو عبادت کردن این یک ناممکن است. اما مشرکا این هیکل را قائم مقام و نائب و جانشینی که میدانستند الله میدانستند. البته الله جانشین ندارد، قائم المقام ندارد. خیلی که امروز صوفی های گمراه میگن که انسان ها جانشین الله هستند، انسان ها قائم المقام الله هستند. والعیاذ بالله. بار دیگر میگم این کفر است. الله قائم المقام ندارد، دیگر هیچ کسی قائم المقام الله، یعنی به درجه الله قائم المقام، قائم میشد به مقام الله، جانشین الله. این چنین سخن وجود ندارد اصلا، این ناممکن است و هیچ کسی قائم المقام الله نیست. این بود صنم. و این چنین نام دیگری از الههای باطلی که امروز مشرکین میپرستند اوثان است. اوثان کلمه عربی جمع وثن. وثن هر یک معبودی که بغیر الله عبادت کرده می شود. اوثان جمعی همین وثن، هر یک چیزهایی که بجز الله عبادت کرده می شود. از همین جهت است که در حدیث اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگند اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد. ای الله، پیامبر دعا میکردند پیش از مرگشون که ای الله قبر مرا بعد از مرگ من یک وثن قرار مده که دیگرها عبادت کنند. قرار مده یعنی قرار نده. ای الله قبر مرا همچنین مکان قرار نده که مردم بیایند و عبادت کنند. الله در سوره عنکبوت آیه 17 میگه انما تعبدون من دون الله اوثان. همانا که بجز الله هر چیزی که عبادت میکنید اوثان است، یعنی غیر از الله دیگر چیزهایی رو که عبادت میکنید از اوثان است. و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بینکم در سوره عنکبوت آیه 25 واجتنبوا الرجس من الاوثان. اجتناب کنید از ریجس از اوثان. سوره حج آیه 30. صنم و وثن، اصنام و اوثان، این دو نام های الههای باطل، معبودهای باطلی اهل شرک، اهل قبوری ها است. بین این دو کلمه چی فرق است؟ فرق بین وثن و صنم. امام ابن جریر الطبری یکی از علمای اصل سه، علمای سلف، در تفسیرشون میگن که وثن و صنم انهما بمعنى واحد. هر دوی این کلمه به یک معنی میاد، وثن و صنم.
هر دو شک معنی دارد میگن. این سخنی که از سلفین اومد طبری است رحمه الله، ابن جریر طبری صاحب تفسیر. اما علمای زیاد از سلف و خلف تا امروز میگن که وثن و صنم البته دو کلمه و معنای گوناگون دارد. و کلبی در کتاب الاصنام در تفریق بین وثن و صنم 7 قول را ذکر کرده است که علما میگن همه این قول ها ضعیف است. فرقی که کلبی ذکر میکرد همه از ضعیف است میگن. اما والله اعلم معروف و مشهور در بین علمای نجد و اینچنین شیخ الاسلام تیمیه، ابن القیم الجوزی را سخنهای این علما علامه ها میبینیم که وثن هر یک چیزی که بغیر الله عبادت کرده می شود، سنگ، درخت، قبر، لته، حیوان، انسان، چیزی نباشد وثن است. اما هیکل را صنم میگن. هیکل، فقط هیکل صنم و غیر هیکل دیگر چیزهایی که عبادت کرده می شود این را وثن گفته می شود. بارک الله فیکم. اما تماثیل، این هم یکی از نامهای الههای باطل است که امروز میپرستند. تماثیل این نامگذاری کرده می شود به صورتهایی که صورتهای جسمی انسانی است و از این چنین نامهای الههای باطل انصاب است. انصاب نامهای معبودهای باطلی که از سنگ ساخته شده است که مشرکان در گرد اطراف این میسد، یا که خود سنگ است که مشرکان عبادتش میکرد یا بزرگش میشمرد. بارک الله فیکم. در سوره انبیاء 52 آمده است ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. این چی است از رسم‌هایی که از رسم‌های جنسی انسان‌هایی که شما در گرد اطراف این نشسته اید و اعتکاف نشستید؟ و پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که علی رضی الله عنه را فرستادند به شام و گفتند که لا تدع تمثالا الا سویته، به یمن وقتی که فرستادند گفتند یگان رسمی را نگذار مگر اینکه نابودش بکنی. تمثال گفته هم رسم یا که هم یک سنگی که به او رسم کشیده است، همین را تمثال میگن. و البته مختصرا اگر بگویم از نامهای الهها و معبودهای باطلی که امروز وجود دارد، انبیا، بعضی ها انبیا را به خود اله گرفتند و انبیا پرست شدند. اولیاء و معروف است اولیاء از زنده ها یا که مرده ها، برای که رافضه ها و قبوری های صوفیای قبوری هم اولیاء زنده اشون را عبادت میکنند، به او سجده میکنند، به او انحنا میکنند، یعنی سرخم میکنند، تعظیم میکنند، از او میترسند، تبرک میکنند، توفی او، بدنی او، لباسی او را تلاش میکنند. این همه شرک است. و هم مرده از اولیای خود را به اعتقادشون هر اولیای مردهشون را عبادت میکنند و قبر او را بین خود و بین الله واسطه میگیرند، طلب شفاعت میکنند که این شرک اکبر است. قبرهای صالحین، ملائکه میپرستند، جن میپرستند، شیطان میپرستند، علما و احبار و رهبان را میپرستند، حتی بعضشون پادشاها را، رؤسا را میپرستند که در قانونگذاری، در حکم و در طاعت است. درختها را امروز انسان‌های بسیار میپرستند. مرحمت در ازبکستان، در تاجیکستان، در تمام عالم اسلام درخت پرستی وجود دارد، ریشه پرستی، سنگ پرستی وجود دارد، حیوان پرستی وجود دارد، ستاره پرستی و آفتاب پرستی و ماهتاب پرستی و آتش پرستی وجود دارد. این همه چیزهایی که گفتیم نامهای الههای معبودهای باطلی که امروز بنا مسلمان ها میپرستند و لا اله الا الله باز میگویند. آیا لا اله الا الله به اونها فایده میدهد؟ نه والله، برای اینکه اونها لا اله الا الله را گفتند معنیش را نفهمیدند. هر کسی که لا اله الا الله را بگوید معنیش را نفهمد یا که معنیش را فهمد و طلبات و مقتضات لا اله الا الله به جان آورد، او مشرک است و مرتد است. چرا ما نامهای الههای باطل را گفتیم؟ تا که شما خوب بشناسید که نامهای الههای اینها چیست و بعد از این از همچنین الههای باطل دور بشوید، به این طاغوت‌ها کفر ورزید و اجتناب بکنید و به اله یگانه، اله حق، معبود حق، الله واحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بازگردید. بارك الله فيكم وحياكم الله بياكم. با همین القرار به پایان میرسانیم و باذن الله در حلقه آینده دیگر از مسائلی که تعلق به عبادت است به شما بیان خواهیم کرد.